اخبار کوتاه، دقیق و مهم روز دوشنبه. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی امارت اسلامی افغانستان میگوید برای ساخت 33 سایت از 450 سایت پلان شده در سراسر کشور در طول سال 1402 هجری شمسی با شرکت‌های مخابراتی خصوصی قرارداد منعقد شد که در 9 ماه کار آن تکمیل و به بهره برداری خواهد رسید. دکتر قلندر عباد سرپرست وزارت صحت عامه در نشست خبری به مناسبت روز جهانی حفاظت از محیط زیست گفت امارت اسلامی آماده همکاری کامل با جامعه جهانی در زمینه حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از آلودگی هوا است. ریاست احصایه و معلومات ولایت کاپیسا از طریق توزیع حدود 17400 تذکره الکترونیکی، حدود 50000 تذکره کاغذی و سایر خدمات مرتبط در سال 1401 نزدیک به 11 میلیون افغانی عواید جمع‌آوری و به خزانه دولت تسلیم نموده است. 50 تن از پرسنل امنیتی در مربوطات قماندانی امنیه کابل از کندک اطرافی میدان هوایی کابل پس از 40 روز آموزش نظامی، عقیدتی و فکری در معسکر نظامی صلاح الدین ایوبی رحمه الله فارغ شدند. شاروالی کابل میگوید کار ساخت سرک فرعی گذر 17 ناحیه پنجم آغاز شد. مولوی مطیع الحق خالص سرپرست ریاست عمومی هلال احمر افغانی طی یک سفر رسمی به سریلانکا رفت و در نشست سران مجامع ملی در سطح منطقه در سریلانکا شرکت و نیازمندی‌ها و مشکلات بشری در افغانستان را شریک می‌کند. اولین پرواز حجاج به سطح زون از میدان هوایی بین‌المللی احمد شاه بابا به عربستان سعودی صورت گرفت. اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی میگوید در اینستیتوت تکنولوژی افغان یک نمونه قلف هوشمند ساخته شد.